مرد 48 ساله ساکن جماعت جفکندک شهر استرفشان روز 4 ایون در فرودگاه خوجند هنگام نشستن با خطسیر رقم 2092 سمت خوجند ارکوتسک با گمان قاچاق و معاملات غیر قانونی بازداشت شد. وزارت کارهای داخله گفت هنگام از نظرگذرانی بغاج نام برده 180 عدد تنگه های قدیمه یافت و مصادره شده است. بر اساس خلاصه شعبه حفظ و استفاده میراث تاریخی و فرهنگی وزارت فرهنگ تاجیکستان سکه های برای تشخیص پیشنهاد شده در حالت خوب قرار داشته سکه های سیروی و ارزش نومیزماتیکی را دارا بوده اهمیت تاریخی و فرهنگی و آثارخانوی دارند. در اساس قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره از سرحد جمهوری تاجیکستان برآوردن و وارد نمودن ثروت‌های تاریخی و فرهنگی انتقال غیر رسمی ثروت‌های تاریخی و فرهنگی از حدود جمهوری منع کرده شده جوابگری را پیش بینی می‌نماید. وزارت کارهای داخله گفت در کردار گمان شونده علامت‌های ترکیب جنایتی در ماده 289 کودکس جنایتی تاجیکستان پیش بینی شده دیده می‌شوند. مرد 28 ساله ساکن جماعت گلستان نویر رودکی که پیش با ماده 244 و 237 کودکس جنایتی تاجیکستان برای دزدی و اوباشی سود شده است این دفعه هنگام با گمان دزدی دستگیر شد. وزارت کارهای داخله گفت که او روز 31 مای برای پنهانی وارد مغازه خوراکواری مرد 32 ساله ساکن پایتخت شده از آنجا 760 سامانی و به مبلغ 3585 سامانی محصولات گوناگون خوراکواری را دزدیده از جای حادثه غیب زده است.